این سنگو با کنگلومرا اشتباه نگیری. به این سنگ میگن رپاکیوی. یک سنگیه که رسوبیه و درشت بلور هستش. من میشکنمش که داخل اینو ببینی که با کنگلومرا اشتباه نگیریش. به این سنگ میگن گل سفید. سنگ آهک دارای کربنات کلسیم خیلی بالایی هستش. من گل کلم سفیدی هم شنیدم بهش میگن، یک اصطلاحه، من اینم شنیدم که بهش میگن. حالا اینم بشکنیم داخلشو ببینیم با هم. به این سنگ میگن سینابر. یک سنگی که در کنار رودخونه ها پیدا میشه، مخصوصا چشمه‌های آب گرم. و اگر این ریزدانه ها به صورت بلورهای درشت باشه، ریزدانه های قرمز رو میگن، به صورت بلورهای درشت باشه، خیلی مراقب باشید چون احتمال داره که سمی باشه. ببینید یک سنگ که دچار دگرگونی شده، خب، و جابجایی رگا و لایه‌ها رو خودش داره. به این سنگ میگن آکاستا. و چرا بهش میگن آکاستا؟ چون جابجایی رگا به صورت دورانی بوده. حالا من داخل این سنگ هم میشکنم که داخلشو با هم ببینیم، یعنی دنیای داخل این سنگ رو با هم ببینیم. راه اول، اگر گوهر تراشی رو یاد گرفتی، میتونی حالا با جمع‌آوری سنگ ها یا خرید سنگ ها خب تراش انجام بدی و سنگ ها رو تبدیل به زیورآلات کنی و توی بازار بفروشی. یه دوستی از من پرسید که سنگ های قیمتی رو چجوری تشخیص بدیم. ببین، سنگ های قیمتی چند فاکتور دارن. یکی این که چگالی بالایی داشته باشن، ضربه پذیری بالایی داشته باشن، ناخالصی کمی داشته باشن، حالت شن مانند نداشته باشن و رگه خاص و به خصوص خودشو داشته باشه و از همه مهمتر تلالو نور. این چند فاکتور باعث میشه که سنگ قیمتی باشه. ببینید، یک کنگلومراست، همون خمیره رودخونه‌ای که باعث میشه که سنگ‌های ریزو داخل خودش جمع کنه. به این میگن کنگلومرا. بیا در مورد این سنگ روبروی من یه چیز بهت بگم. این یک کنگلومراست، ولی جزو کنگلومراهای خمیره رودخونه‌ای نیستش. این یک خمیره کوهه. حالا بیا از نزدیک جزئیات این کنگلومرا رو بهت نشون بدم. ببین، داخلش پر از عقیق و کوارتز و شجره. ببینید، ببین. راه دوم، تو میتونی یک گوهرشناس خوب بشی و از راه گوهرشناسی و کارشناسی کسب درآمد کنی. بیا یک سنگ با ارزش بهت نشون بدم. اسم این سنگ میگماتیته. دارای اشکال ناهماهنگ و دگرگون شده، جزو سنگ‌های آذرین هستش و سیلیکات‌های روشن و تیره رو خودش داره. میتونم بگم از زیباترین و گرونترین سنگ‌های مجموعه من میشه این سنگ. حالا نمیدونم، بعضی هم میشه به دنبال عقیق و شجر و جاس برن. این سنگ رو ببین چقدر زیباست. ببین، در مورد کنگلومرا داشتم میگفتم، به اون میگن کنگلومرا. یه خمیره است که توی مسیر رودخونه شکل میگیره و ریز سنگ ها رو درون خودش جمع میکنه. به اون میگن کنگلومرا. به این سنگ میگن تفریت. از خانواده سنگ های بازالت هستش و دارای آلوین بسیار بالای داخل خود سنگ هستش
جز سنگ‌های آتشفشانی بازالت آتشفشانی هستش به اسم تفریت. پوسته رو ببین، برجستگی‌ها رو ببین که تو ذهنت داشته باشیش. همین الان داشتم در مورد سنگ امبر و تفاوتش با کرومیت براتون توضیح میدادم. این کرومیته، ببین این کرومیته، اصلا نوع بافتش و ساختارش مشخصه و سختیش، ولی امبر سختی بسیار بالایی داره. کرومیت، ببین به این سنگ میگن امبر. بعضیا با کروم یا کرومیت اشتباه میگیرنش. ساختارش با کروم و کرومیت توی لایه ها و رگه ها و کانیشه و سختیش. کروم و کرومیت سختی اینو نداره، جز سنگ های رسوبی هستش و میگم کانیش با کروم فرق میکنه. بعضی اینو با کروم یا کرومیت اشتباه میگیرنش. این یک سنگ کلسیته ولی از خانواده کربونات کلسیته و اینکه جزو سنگ‌های آذرین هستش. کربونات کلسیت با خود کلسیت فرق میکنه. حالا برای اینکه فرقش رو بفهمی و تفاوت این سنگ رو بفهمی با کلسیت، چون میگم این کربونات کلسیته، من این سنگ رو میشکنمش که داخلش رو با هم ببینیم. من در مورد سنگ یشم خیلی توضیح دادم. خب حالا اگر سنگ یشمو نمیتونی با سنگ جاسپر تشخیص بدی، حتما اون سنگ رو یک ضربه بزن و بشکنش. ببین سنگ های یشم به خاطر سختی بالایی که دارن وقتی میشکنن حالت صدفی شکل میشکنن، ولی سنگ های جاسپر چون سختیشون پایین تره موقع شکستن به صورت اسلایسی میشکنن. ببین به صورت اسلایسی و به صورت صدفی شکل. این نشان دهنده سختی سنگه. ببین من داخل این سنگ رو شکستم. گفتم یکی از کانیهای تشکیل دهنده این سنگ کوارتزه و جالبیش اینه که زمانی که من این سنگ رو شکستم داخل این سنگ گارنت هم داره. ببین پس دنیای سنگ ها رو نمیشه از روی پوست شناخت و اینکه گفت حتما چه سنگ قیمتی هستش. بعضی از سنگ ها از نظر ظاهری شاید قیمتی نباشن ولی توی تراش خیلی قیمتی و با ارزش هستن. به این سنگ میگن ماربل یا سنگ آهک صورتی. کانی تشکیل دهندش پیریت، کوارتز و کلسیته. ببین ماربل. به این سنگ میگن پامیس، جزو کف سنگ های گداز است. رنگ مشکی این سنگ در گذشته برای سنگ پا استفاده می شده. وزن خیلی سبکی داره، چگالی خیلی پایینی هم داره. سنگ پامیس. این طیف نوری و این امواج نوری رو بهش میگن آمورف و اینم خود سنگ رافش. ببین خودتو. حالا این وقتی پرداخت میخوره این طیف نوری و آمورفش بیشتر خود نمایی میکنه. یک موضوع دیگه‌ای که در شناخت سنگ بهت کمک میکنه رگه های روی سنگه که بهش میگن همرشتی و همزیستی و یا لایه های جابجایی و دگرگونی. ببین این سنگ به این کوچیکی چقدر لایه های جابجایی و دگرگونی زیبایی داره. اینا خیلی بهت کمک میکنه، به اینا باید دقت کنی. حالا اصلا کانی چی هست؟ کانی به معنی معدن. ببین ریزدانه های داخل خاک بهش میگن کانی که به صورت بلور و یا رنگ های متفاوت به سنگ نفوذ میکنه و باعث میشه که رنگ سنگ و یا حتی نور سنگ تغییر میکنه و در مناطق مختلف این اتفاق میفته با شکل‌ها و رنگ‌های متفاوت.
تو زمانی که کانی رو بشناسی میتونی راحت دیگه سنگ ها رو بشناسی. ببین این یک دونه جاسپر سبزه و این یک دونه جاسپر زرد و یا سرخ هم بهش میگن. علت تغییر رنگ اینا کانی موجود در سنگه. این کانی باعث شده که رنگ و رگه تغییر کرده. به همین سادگی شما توی هر شهری هم که باشی میتونید سنگ رو راحت شناسایی کنی، چون در هر منطقه این کانی ها فرق میکنه و رنگ سنگ و رگه رو تغییر میده. این یک جاسپر نواریه، حالا به جاسپر منظرم بعضی وقتا معروفه. بذار من ببینم میتونم این بخشی رو بشکنم. نوارهای داخلشو ببین، بهش میگن جاسپر نواری. ببین زمانی که صحبت از چگالی یا دانسیته میشه، یعنی اینکه سنگ نسبت به حجم خودش چگالی بالاتری داره. یعنی اگر این سنگ رو با این حجم حساب کنی وزن و سختی بالاتری داره. ببین من این سنگ رو شکستمش، ببین به حالت صدفی شکست و اگر چگالی این سنگ پایین بود، ضربه‌ای که من بهش میزدم احتمال داشتش که این سنگ به صورت اسلایسی بشکنه. پس به این میگن چگالی یا همون سختی.